طالبان به بهانه ایجاب می‌بردند. من از ترس نمی‌تونستم از خانه بیرون شوم. به یازیر به تماس شدم، گفتم بیا با من تا شهر برو. کارزار گسترده برای طالبانی کردن کابل. منابع میگویند بازداشت 10 زن به دستور مستقیم رهبر طالبان انجام می شود. ملا شیرین مسئول شده کابل را با معیارهای ملا هبت الله برابر کند. سلام شما به خبر 6 خوش آمدید. در ادامه یو کال کې د طالبانو اسلامي تحریک چې په خوا د افغانستان اسلامي امارت لپاره کارېده نوم ځینو هیوادونو کې د منعکسو لیستونو څخه وایستل شو. حسابدهی به مردم. متقی برداشتن جایزه سر حقانی ها را مهمترین دستاورد سال خواند. به حکم بازداشت ملا هبت الله اشاره نکرد. لاوروف با متقی گفتگو کرد. رئیس استخبارات ازبکستان در کابل. قربانوف پس از متلاشی کردن یک حلقه داعش در کشورش به دیدار سران امنیتی طالبان رفت. چیز نخورده ایم، تحت بی‌عدالتی بزرگ زندگی میکنیم. و غزه در محاصره قحطی و جنگ. 110 نفر از گرسنگی جان باختند. جهان بیش از پیش میخواهد اسرائیل را پاسخگو کنه. و در جهان ورزش، شروع رسمی اردوگاه انتخابی تیم ملی فوتبال زنان افغانستان. فوتبالیست‌های کشور با 26 بازیکن کارشان در سیدنی آغاز کردند.